به نام خداوند مدیر و مدبر. سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. مورد تاب‌آوری در سازمان ها یکی از اصولی که اگر هر کدام از مدیرا یا کارکنان ما بهش پایبند نباشند، شاید در اصل کارشون، در اصل پیشرفت کارشون، در اصل انجام وظایفشون دچار اختلال بشن. تاب‌آوری به این معنیه که ما باید بتونیم بحران‌هایی که به وجود میاد، تعارض‌هایی که به وجود میاد، ندونم کاری‌هایی که به وجود میاد رو بتونیم تحمل کنیم، کنار بیایم و مدیریت کنیم، نه اینکه با حال خودش رها کنیم. اما اگر این اصل تاب‌آوری در مدیران ما و در کارکنان ما نباشه، با کوچکترین تلنگری ممکنه تغییر موضع بدن، ممکنه دچار سکوت سازمانی بشن، ممکنه سازمانشون رو ترک کنن یا دچار قهر سازمانی بشن و تعارض به وجود بیارن. به همین خاطر ما باید بتونیم در مدیران ما و در کارکنانمون این اصل تاب‌آوری رو تا جایی که میتونیم ارتقا بدیم، افزایش بدیم، آموزش بدیم تا بتونن افراد با این مسائل کنار بیان و بتونن مدیریت کنن، نه منفعل بشن نه پرخاشگر. حد وسط رو رعایت کنن و بتونن از این تاب‌آوری در مقابل بحران‌ها و هیجانات و حتی بی‌حرمتی‌هایی که به وجود میاد تحمل کنن تا اون شرایط بگذره، تا اون شرایط تموم بشه و به شرایط استیبل دست پیدا کنیم. متشکرم از بذل عنایت همه دوستان.